غالب دوکراتی آزمون‌های بین‌المللی نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت یک تن از فعالان علم و فرهنگ شهر سمرقند امینه شراف‌الدینова به عضویت اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان پذیرفته شد. حجت تصدیق کننده عضویت را به او رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت الله اسماعیل زاده سپرد. به این مناسبت در استودیو فانوس منبر اندیشه روزنامه واخوری امینه شراف‌الدینو با یک گروه روزنامه‌نگاران جوان برگزار گردید. برکتی زحمت‌های پای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امینالله رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزایوی همکاری‌ها در سمت‌های گوناگون و طور بی‌سابقه سال 2018 به پیشرفت ایستادند و ثمره این همکاری‌ها را ما همیشه در ساحه‌های گوناگون هر قریب درک می‌نماییم، از جمله در ساحه ژورنالیستیک و رابطه نمایندگان رشته اخباری عامه خیلی پیشروی‌ها در این سال‌های اخیر به نظر می‌رسد. 10 می سال 2022 در شهر تاشکند بین اتفاق ایجادی ژورنالیستان ازبکستان و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان سازشنامه همکاری بین دو رسانیده شد که این امکان فراخی را برای رشد همکاری‌های نمایندگان رشته اخباری عامه دو جمهوری همسایه فراهم می‌آورد. ما در دایره این سازشنامه برای تکمیل اختصاص کارمندان چاره‌جویی ها می‌نماییم. همچنین هیئت‌های جمهوری ازبکستان و تاجیکستان می‌آیند در ماه اکتبر نصیب باشد و هیئت ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان در ماه نوامبر سفر دارند و جمهوری ازبکستان. اینچنین در دایره این همکاری‌ها ما برای با عضویت قبول نمودن اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان قبول نمودن ژورنالیستانی که در جمهوری ازبکستان فعالیت دارند تلاش نمودیم و 5 نفر ژورنالیستی تاجیک زبانی نشریه‌ها و رشته اخباری عامه گوناگون جمهوری ازبکستان مهمت به عضویت اتفاق ژورنالیستان قبول شده بودند. در برابر این ژورنالیستان از جمهوری تاجیکستان با عضویت اتفاق ایجادی ژورنالیستان ازبکستان قبول کردند و همه این همکاری‌ها در زمینه آغازی که دو سرور این جمهوری‌ها یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امینالله رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزایوی ابتدا گذاشتند. این ابتدا را بود نمایندگان ساحه‌های گوناگون و پیش برده ایستادند و باعث خوشی است که امروز با یک نفر ژورنالیست، یک نفر روزنامه‌نگار، یک نفر تحقیقگری که در برابر دادن فعالیت ژورنالیستی در برابر فعالیت آموزگاری و معرفت پروری و تحقیق مشغولند، مؤلف کتاب‌ها هستند و فعالیت خیلی گسترده ایجادی و ادبی دارند و معلم عزیز امینه شراف‌الدین و ما حجت عضویت اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان را در حضور شما می‌سپاریم و اطمینان کامل داریم که در آینده نیز معلم عزیز با قلم سازنده خود با الهام بلند و با روحیه خیلی بزرگ ایجادی برای ترغیب آن دستاوردهایی که این دو کشور به هم دوست و همسایه دارند تلاش میکنند و برای معلم عزیز سلامتی، تنی صحت، برای کار و پرواز بلند مبریکان را تمنا داریم. معلم عزیز مبارک شود و این حجت را در حضور من برای شما. در 4 سال اخیر مناسبت‌های دوستانه به خصوص رابطه‌های ادبی و فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان به سطح صفتاً نو رسید. از جمله ژورنالیستان جوان و سالار بارها از کشورهای همدیگر دیدن به عمل آورده برای آشنایی بیشتری جامعه از محیط ایجادی و فرهنگی ملت‌ها مطلب‌ها و مقاله‌های خوب و خواندنی نوشتند. در پرتو عناوین سیاست خردمندانه رئیسان جمهوری هردیامون خیلی کارها رو اندازی شدن، باز بسیار چیزا در نقشه است. همه عناوین الا پاینده باشد، بر فایده همه اینو خدمت کنند، بر فایده رشد مردم ما، کشورهای ما، فرهنگ ما خدمت کنند و البته خدمتگاران همین رو معنی شما هستیم. هر کدام ما همین بار رو تا منزل و همت خود باید بکشیم. امینه شراف‌الدین و اعلاچی معارف خلق ازبکستان مؤلف کتاب زبان تاجیکی صنف 7 برای تاجیکان ازبکستان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، آموزگار و قلمکش
خشنامی سمرقندی است. مطلب‌های مؤلف در مطبوعات دوری ازبکستان و تاجیکستان بارها چاپ شد و چاپ می شود و آنها هم پیش از همه در دفاع حقیقت، ترغیب ارزش‌های ملی و فرهنگ دیروز و امروز ملت تاجیک انشا شدند. مهمترین هدف مؤلف پاس داشتن زبان و فرهنگ تاجیکان و ازبکستان و وحدت و یکمرامی این قشر بزرگ است.